آنیون چینگودر چلدینه. سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. موضوع این ویدیو درباره پچیمه که درباره پچیم توی 2 ویدیو قبلی هم خیلی ریز بهش اشاره کردیم و شاید بدونین چیه. خود پچیم چیه و کجا قرار میگیره توی کلمه؟ پچیم یعنی حروفی که پایین یک هجا قرار میگیره. شکلش هم میذارم. کلاً پچیم 4 نوعه. خب این اولین نوع پچیمه که ساده ترین نوعش هم هست. یکی از ساده ترین نوع پچیمه. اینجوریه که اول صامت قرار میگیره، بعد مصوت، بعد دوباره صامت. صامت همون حروف بی صدا هستش که خوندیم. اول حروف بی صدا قرار میگیره، بعد مصوت همون حروف صدادار، بعد دوباره صامت حروف بی صدا. این ساده ترین نوعشه و برای مثالم کلمه سان به معنای کوه، همینطور که میبینید اولش صامت اومده حروف بی صدا، بعدش دوباره مصوت جزو حروف صدادار و نوع آخرش که جزء صامت ها هستش میشه پچیم. آخرین حروف الفبایی که توی بخش آخر یک کلمه قرار میگیره میشه پچیم. دومین نوع پچیم که این هم جزء این هم ساده است و ساختارش هم اینجوریه که اول صامت حروف بی صدا، بعد دوباره مصوت حروف صدادار، بعد دوباره صامت حروف بی صدا. یعنی 3 تاشون زیر هم قرار میگیرن. چه زمانی این شکلی میشن؟ وقتی که مصوت افقی باشه، یعنی حروف صدادارمون به صورت افقی، همینطور که اینجا میبینید. برای مثال سون، همینطور که میبینید هر 3 تاشون زیر هم قرار گرفتن چون مصوتشون افقیه. سون به معنای دست یا انگشت. خب پچیم نوع سوم به این شکله. ساختارش هم به این شکله که اول صامت یعنی حروف بی صدا قرار میگیره، بعدش مصوت ترکیبی یعنی همون چند حروف مرکب صدادار که با هم ترکیب میکردیم، اون دوتایی‌ها یه صدای جدید تشکیل میدادیم، همونا مصوت ترکیبی. بعدش زیر اونم صامت حروف بی صدا قرار میگیره و من برای این یه مثالی آوردم که میشه برای پچیم نوع 4 حالت 4 هم استفاده کرد. این جمله من بخش اولشون اینه یعنی با این مطابقت داره مثالش میارم. جملمون کوئنچانایو هستش. کوئنچانایو بخش اولش همونطور که میبینید اول صامت اومده، بعدش مصوت ترکیبی داریم اینجا کوئن. این نوع آخرش هم که صامته حروف بی صداست. این میشه پچیم این بخش. و در آخر پچیم نوع 4 حالت آخر که به این شکل. ساختارش البته محدود به همین نیست. میتونه اینجوری باشه، مثلا اولش صامت مصوت صامت، یا میتونه صامت مصوت صامت. هم کلا یه شکل متفاوت، فقط یعنی محدود به این نیست که فقط اولش صامت بیاد بعد مصوت صامت. یعنی میتونه صامت مصوت هم یا یه شکل دیگه هم بیاد، فقط محدود به این نیست. اینم ساختارش بود. حالا کوئنچانایی که بخش اولش رو برای پچیم حالت 3 گفتیم، چانایو، این دقیقاً همین شکله، از حالت 4 پچیمه و میتونیم بگیم این در واقع 2 تا پچیم داره، یعنی 2 تا حروف خب آخرش قرار گرفته، ن و ه. ولی ما این ه رو نمیخونیم چون با آ ترکیب میشه و صدا نمیده، بی صدا میشه. ببینید کوئنچانایو خونده نمیشه. اون بعضی کلمه های کره‌ای که از این حالت 4 یعنی حالت 4 پچیمن، فقط به این حالت نیست که ما فقط این بخش. خب اگه ما اینو 4 بخش در نظر بگیریم،
فقط اینجوری نیستش که آره ما فقط بخش 4 رو نمیخونیم، بعضی وقت هم هست بخش 3 رو نمیخونیم. حالا این به قاعدهشون بستگی داره که درباره اینم حرف میزنیم. و اینجا هم یک قاعده داشت که کوئنچانا این ه با آ ترکیب میشد و بی صدا میشد، یعنی تلفظ نمیشد، همون کوئنچانایو میداد. حالا این هم یکی از قاعده های نوشتاری این کلمه است که خونده نمیشه ولی نوشته میشه. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه. اگه خوشت اومد حتما لایک و ساب یادت نره.